خب ما در کلیپ های قبلی که ارسال کردم متوجه شدیم که یک تعداد شکل هایی وجود داره، یعنی یک تعداد ثوابتی وجود داره که خب شکل های خاصی رو اونها در صور خودشون ایجاد میکنند و این کار رو، این تصورات رو، اینها نقاشی نیستند. خب این تصورات رو منجمین خیلی خیلی قدیمی، برای از زمان بتلموس برگردیم که ابداع کننده اینها کی بوده، چرا اینجوری ترسیم شده. اینها تصورات خیلی خیلی قدیمی هستند که از بدو پیدایش نجوم اینها بودند و تا امروز هم تغییر کردن. یعنی این شکلهایی که شما میبینید تصوراتیه که غربی ها از اون دارند. خب در حالی که اگر به تصورات اسلامی خودمون بریم، ممکنه که بعضی از این شکل ها متفاوت هست، مثل صور ذات الکرسی. غربی ها خیلی جاها من دیدم که اون رو به صورت مرد کشیدن و خیلی جاها دیدم که اون رو به شکل خانوم کشیدن. خیلی خیلی جاها دیدم که یک دستش به کرسی هست و خیلی جاها دیدم که به دستش آینه دادند و این اختلافات این تصورات رو نشون میده. حالا زیاد مهم نیست که این تصورات چی هستن، چون در اساس سیستم کاری که ما میخوایم کار بکنیم، با اینکه زیاد با شکل اینها کار نداریم، ولی خب برای اینکه از فراموش نکنیم که مثال میگم این شکلی که ما در آسمان میبینیم مربوط به چه صوریه و اسم گذاری اونها چجوریه، مجبور هستیم که این شکل‌ها رو به صورت گذری برای شما معرفی بکنیم. با اینکه حالا صحبت بسیاره، یعنی قراره که در خصوص اینها بیشتر و بیشتر در این دوره با هم دیگه صحبت بکنیم. خب مثال همین صبر کنید، همین کف الخضیب اینجاست در ذات الکرسیه. ببینید این رو خانم تصور کردن، به دستش هم آینه دادند که در مکاتب مختلف این متفاوته. مثال در سیستم احکام نجومی، از لحاظ تصورات نجومی یهودی و به قول معروف عبرانی، نسخه هایی هست در دسترس ما که نشون میده که کلا اینها رو یک شروع متفاوت تر ترسیم کردن از اون چیزی که ما تصوراتش رو داریم. خب حالا فرض مثال کدومش رو عرض کنم؟ خیلی از اینها برای پیدا کردن حالا مسیرهایی هست که بعضی از حالا کاربرد جهت شناسی داره و برخی از اونها احکام پذیره، مثل عقرب. حالا وقتی صحبت از قمر در عقرب میشه، خب تصور عام دوستان بر اینه که قمر میاد و در یک جایگاه خاصی قرار میگیره، خب یا با یک ستاره مقارن میشه، یا در یک مسیری از یک ستاره همسو و هم مسیر میشه که بهش قمر عقرب گفته میشه. خب در حالی که چیه؟ وقتی قمر وارد یک در واقع محدوده ای از این مجموعه صور فلکی میشه، به اصطلاح قمر در عقرب تلقی میشه. حالا با اینکه صحبت بسیار زیاده در خصوص اینکه قمر عقرب چیه، یا مثلا اینکه از لحاظ دید ناظر هست یا از لحاظ دید کلی هست یا از لحاظ اینکه به چشم صور بهش نگاه کنیم، یعنی جنبه های مختلفی داره که این احکام بشه صادر کرد در موردش و نیاز به بررسی های شواهد هست، که مستندات هست که ما بیایم و بررسی بکنیم ببینیم که این از لحاظ آسترونومی کجا قرار گرفته. خب صرفا فقط صور نیست که باید بررسی بشه. حالا اولین و بهترین البته اولین نفر که بطلیموس بود. حالا قبل اون من اطلاعی ندارم از تاریخی که چه کسی اینها رو تنظیم کرده، رصد کرده و تصور کرده. منتها بهترین اونها رو جناب عبدالرحمن صوفی کرده. اسم عبدالرحمن صوفی رو همه شما به احتمال قوی شنیدید.
ایشون کی بوده؟ حالا من یه مختصری عرض کنم که برای دوستانی که علاقمند هستند بیشتر در این خصوص خودشون تحقیق داشته باشند معرفی میکنم. خب، جناب عبدالرحمن صوفی یک منجم برجسته و عارف تمام به معنا بود که تونست برای اولین بار همه صور فلکی رو با دقت خیلی خیلی بالا که با اطلاعات رادیویی و اخترفیزیکی زمان الان، زمان خودمون، خب در حد چند ثانیه اختلاف داشته باشه رصد کرده. در زمان خودش اومده رصد کرده، صور رو از همدیگه تفکیک کرده و تصورات اسلامی قائل شده براش و چیکار کرده؟ همه این ستاره ها رو بر اساس قدر ظاهری اونها، یعنی بر اساس اینکه شفافیت و درخشندگی اونها چگونه است، تقسیم بندی کرده و در فواصل مختلف سال چرخشی که در نسبت به مکانی زمین نسبت به دور خورشید داره اونا رو مشخص کرده که در این فصل شمالا اینجوری میشه، در این فصل جنوبا این شکلی میشه اون سیاره، ببخشید صور. خب حالا این شخص یک کتاب نوشته، عبدالرحمن صوفی، به اسم صور الکواکب و یک رساله بخاصی داره که روابط مثلثاتی ایجاد کرده نسبت به این ثوابت و چی؟ خمسه متحیره، که با رصد یکی از خمسه متحیره نسبت به زوایای یکی از این ثوابت بتونه که جایگاه خمسه متحیره رو تعیین بکنه. حالا ولی خب ما نیاز نیست که وارد این بخش بشیم چون دوره ما مربوط به دوره آسترولوژی هست. خب بیشتر گفتم که این رو عزیزانی که دوست دارند در خصوص این صور تحقیق بیشتری داشته باشن میتونن که به کتاب صور الکواکب به جناب عبدالرحمن صوفی که یک نسخه خطی بسیار خوانا و زیج پذیر هست که مختصات قائل شده برای تک تک این ستاره ها، میتونید به اونجا رجوع بکنید و به قول معروف تحقیقات خودتون رو در راستای آسترونومی میتونید که تکمیل تر بکنید.